همینطور که گفتم اینجا شهر ماهان آرامگاه شاه نعمت الله ولی هستش. اینجا میشه گفت قطب اون دراویش نعمت الله یا گنابادی هستش. به دلیل این آرامگاه شاه نعمت الله ولی که به این نام معروفه، یه اسم دیگه خودشو داشته ولی به نام شاه نعمت الله ولی معروف هستش، ایشون حدود 700 سال پیش، یعنی در زمان در از مغول‌ها ایلخانیان میشه گفت زندگی میکرده. ایشون کتاب شعری الان ما ازش داریم، کتابی ضخیم قطور، خیلی شعر توش هست و ایشون شاعر توانایی بوده. طبیعتا شعرهای شاه نعمت الله ولی مثل به نوعی شعرهای مولانا، شعرهای حافظ و دیگر شاعران عارف ایرانی نشان دهنده و نمایانگر عرفان ایرانی هم هست. یعنی کتاب شعر شاه نعمت الله ولی خودش به نوعی سند عرفان ایران هست. صورت پیشگوییش و اینا هست که شاید ما اون زیاد، حالا من زیاد روش تأکیدی ندارم، بلکه عرفان و عارف بودن این فرد در تاریخ ایران الان مهمه. ساختمانی که ما اینجا داریم، ببینید دوستان، شما میدونید ما توی عرفان ایرانی نماینده و راوی و سخنگوی عرفان ایرانی برای ما شاعران ایرانی هستند. تقریبا تمام شاعران معروف ایرانی به انواع مختلف اشعاری که دارند یه بخش اشعار عرفانی هم دارند. مثلا سعدی به امثال حکم و اینجور چیزاش معروفه دیگه، نصیحت میکنه. ولی اگر شما کتاب بوستان، کتاب شعرشو بخونید، بخشی داره که شعراش این شعرهای حافظه، یعنی حافظ داری میخونی، دقت میکنی، یعنی عرفانی دارن همشون. یکی از اونا شیخ عطار هستش، عطار نیشابوری. ایشون هم خب داستان جداگونه ای داره، عارف بسیار بزرگی هست، کتاباش بسیار عرفانیه، به نوعی مرجع هستن. و حالا وارد عنوانشیم. عطار گفتم داستان خودش داره. عطار عرفان ایرانی میدونید به 7 دسته تقسیم کرده، یا اصلا عرفان ایرانی 7 منزل، 7 بخش داره که هر کدوم از اینا اسمای خودشونو دارن. دقت میکنید؟ اسمای مختلف، مثلا یکیش سرگشتگیه، سرگشته میشن، رها میشن از دنیا مثال. و 7 مرحله، 7 بخش. بعد میدونیم عطار نیشابوری این 7 مرحله اسمشو گذاشته 7 شهر عشق. این 7 شهر عشق یه تمثیله، یه نامگذاریه. ببینید میگه این 7 دونه شهر شما باید رد بشی تا برسی به اون منزل مقصود. و اون شعر معروفی که دیگه ضرب المثل شده برای ما، 7 شهر عشق را گشت و ما هنوزن در خمه یک کوچه این. دقت کنید یعنی چه زیبا این مسائل. بعدن اون 7 مرحله یا 7 شهر عشقی که هست، این بنا قدمت 700 ساله نداره، بعدن ساخته شده. ولی ببینید بازم نبوغ ایرانی، حالا از زمان قاجار، قبلش، هر زمانی که این ساخته شده از 700 سال پیش به تا حالا، ببینید نبوغ و عرفان ایرانی که در معماری خودشا بروز میده. ببینید چه زیبا اون 7 شهر عشق یا اون 7 مرحله رو اینجا تو معماری پیاده کردن. من گفتم به شما ببینید جزو معدود معماری، من نمیگم تنها معماری، این حرف خطرناکه، ممکنه باشه، من خبر ندارم، اما به شما من بگم. ببینید معماری ایرانی معماری هستش که با ما سخن میگوید. بناهای ایرانی با ما حرف میزنن، به ما مطلب ارائه میکنن. یه دونش اینجا شما نگاه کنید، ما داستان عرفانی و اون مسئله 7 شهر عشق و 7 مرحله و 7 گذر و
هر چیز میذارم اون 7 رو که داریم یه بحث عرفانیه دیگه. من باید به یه مرحله‌ای برسم تا این مراحل اینا رو بگذرونم. درسته؟ ببینید یه چیز فکریه در افکار اون، یه تئوریه، یه تزه. درست؟ اما نگاه کنید معمار ایرانی چگونه این تز در عمل ساخته و به ما داره نشون میده. نباید دقت کرد. ما اینجا وارد این بنا که میشیم با ورودی که اینجا داره، ما میایم ببینید وارد یک حیات میشیم. این حیات اینجا ما اگر نگاه بکنیم شبیه یک کاروان سراست. یعنی در معماری ایرانی اون بحث شباهت یا اون نوار شباهتی که از ابتدای تاریخ معماری ایران تا به امروز ما همیشه به شکل‌های گوناگون میبینیم، اینجا ما داریم میبینیم. این اینجا یک آرامگاه، ولی این حیات رو شما نگاه کنید با اون ایوانی که اونجا داره، با اون ایوان اونجا، اینجا این عین حیات یک مسجده، عین حیات یک کاروان سراست، عین حیات یک مدرسه علمیه است. دقت کنید با این قوس هایی که درست شده، یک شباهت ما اینو میبینیم. طبیعتا ما اینجا باغ ایرانی هم میبینیم. شباهت ها رو دارم بهتون میگم، دقت کنید. ببینید به صورت سیمتریک، به صورت متقارن ما باغچه داریم، این یه خصلت باغ ایرانیه. و بعد حوض آب داریم وسطش، آب هم جزو باغ ایرانیه، علائم باغ ایرانی. خب ساختش داریم. خب ببینید ما اینجا این حیات اوله داریم. دقت کنید ادامه میدیم میریم میرسیم به حیات دیگری شکل این، حالا کوچکتر بزرگتر ولی شکل این، اون حیات دوم. بعد میرسیم به مرکز. اون مرکز بنای آرامگاه هستش که ابتدا ما ببینید وارد خواهیم شد، وارد یک سرسرامانن، یک سالن، یک اتاق میشیم که اونم به اصطلاح مرحله بعدیه 3، 1 2 3. بعد وارد اون مرکز میشیم جایی که آرامگاه هستش، 4 منطقه 4. بعد این اون منطقه 3 اون سمتش داریم 5. بعد یه سالن بزرگی داریم خواهیم دید که چله نشین، چله شاه نعمت‌الله اونجا از خواهیم دید، این میشه 6. بعد از اون یه حیات دیگه داریم 7. ببینید 7 بنا توی این آرامگاه ما به این صورت داریم. این تداعی کننده همون 7 مرحله عرفان ایرانیه که اون تز و ایده اینجا توسط معمار ایرانی با این 7 نوع ساختن پشت سر هم برای ما اون 7 تداعی کرد.